بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز درس ما در درس تفسیر سوره که باید بخوانیم سوره فجر است بعد از سوره بلد. و در رفت سوره فجر میبینیم که پروردگار در این سوره چقدر قدرت خود را به ما، یعنی قدرتمند بودن خود را اعلان میکند و این چنین به من و شما در این سوره راه نشان میدهد که وقتی مصیبت به سرت رسید این معنای آن را ندارد که الله تو را بد میبیند. وقتی به سر تو نعمت های دنیا آمد این معنای آن را ندارد که الله تو را خیلی دوست میدارد. هم مصیبت و هم نعمت های دنیا این یک نمود امتحانی پروردگار به بنده هایش هست که انشالله الله نصیب کرده باشد بعد از تفسیر این سوره خیلی امیدوار هستم که خواهران عزیز اطمینان یا آرامی به قلب اکثریت شمایان جای خواهد شد. سوره فجر است. خیلی میدانید فجر پگاهی روزی، صبح، اینجوری نماز فجر هم میگویم و سوره مکی هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم همین سوره را در نماز خواند. گفته حدیثشان هست که سوره فجر رو هم میتوانید کاملا در یک رکعت خوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. الله میگوید والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر. قسم به فجر یعنی قسم به صبح، قسم به صبح هر وقتی که برسد، و قسم به شبهای دهگانه و قسم به جفت و طاق، و قسم به شب هر وقت که برود. و وقتی الله میگه قسم به صبح، بعضی علما میگن اینجا صبح روزی اینجا قربان است، ولی در عموم معنای صبح هست که در آمدن صبح خیلی گفتیم برای انسان هایی که صاحب عقل و فکر هستند، آنهایی که تفکر میکنند، نشانه های بزرگی الله و نشانه های رفت عمر انسان است که باید انسان با آمدن هر صبح که پیامبر دعای صبح میخواندن اصبحنا و اصبح الملک لله و الحمد لله لا اله الا الله، یا اینکه اللهم بک اصبحنا و بک امسینا بک نحیا و بک نموت، هر صبح که میشد پیامبر در صبح دعاهای مخصوصی پگاهی روزی را میگفتند که شکر الله که باز به صبح رسیدیم، پروردگارا تا بگاه در عبادت تو بودن، در طاعت تو بودن را به ما نصیب کن. و آمدن هر یک صبح خواهران عزیز دلیلی نزدیک شدن اجل ما، دلیلی نزدیک شدن سفر ما به آخرت می باشد. و در دوامش الله میگه و قسم به شبهای دهگانه. شبهای دهگانه در نزد اکثریت علما همان 10 روز ذوالحجه هست. 10 روز ذوالحجه است که روزهای حج هست. خیلی میدانید ماه ذوالحجه ماه حج است و حاجی ها به حج می روند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هیچ روز در سال مانند این روزها نیست که عملهای بنده ها اینقدر قدر و قیمتی بالا داشته باشند. بعضی علما میگن شبهای دهگانه شبهای دهگانه رمضان هست. بعضی ها میگن نه، قسمی که الله در اینجا خورده است این همان 10 روز ماه محرم است. اما سخن اکثر اهل علم بر آن است که الله وقتی میگه قسم به شبهای دهگانه یعنی این همان 10 روز ذوالحجه می باشد که خیلی گفتم علل خصوص در آن روز عرفه هست و در آن روز عید قربان است که در این 10 روز هم عمل قربانی، هم روزه و هم حج انجام داده می شود. و الله میگه و قسم به شفع و وتر یعنی قسم به جفت و قسم به طاق. قول راجع یا گفتیم تفسیری که اکثریت حتی در ازواء بیان هم همین قول رو راجع میدونن. شفع اینجا مخلوقات الله هست و وتر اینجا الله هست. چگونه که پیامبر میگن الله وتر است یعنی طاق است و طاق رو دوست میدارد. برای همین ما در تسبیح هم 33 باری تسبیح میگوییم و این چنین نام های الله 99 تا هستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز در ماه روزه گرفتن را دوست می داشتن، یا 3 تا خرما می خوردن، یا 3 بار از آب می نوشیدن عموما، یا در وقت طهارت کردن 3 بار شستن زیادتر آمده است. یعنی الله خودش طاق است و رقم های طاق را دوست می دارد. برای همین در سجده و در رکوع هم ما یا 3 بار
تسبیح میگوییم یا 5 بار یا 7 بار، یعنی طاقه را الله که دوست می‌دارد. اکثریت عبادت‌های زبانی ما هم چی میباشند؟ طاقه میباشد. و اینجا قسم به مخلوقات که همه جفت هستند و قسم به وتر یعنی خالقی که یکتا هست. همین گونه تفسیر هم دادن. بعضی میگن قسم به جفت یعنی نمازهایی که دو رکعت یا جفت هستند، و قسم به طاق نماز ویتر و اینچنین نمازهایی که ویتر هستند مانند مثلا یعنی طاق هستند مانند نماز شام. اما اینکه وتر اینجا الله هست و شف یا گفتیم جفت بنده ها هست، قولی راجح در می باشد، برای آنکه خواهران عزیز هیچ چیز در دنیا از مخلوقات الله نیست که جفت نداشته باشد. زمین جفتش آسمان می شود، آره، ماه می شود شریکش، مثلا آفتاب می آیم، حتی آب می گویند آب در داخلش از یدروها یا گفتیم حجیره های معده دارد که طاق جفت هستند، در وقت جوشیدن از همدیگر جدا می شوند. هیچ چیز نه که ترکیبش جفت نباشد، و حتی از میوجات و از درخت و از حیوانات و همه چیز جفت خود را دارد، مگر الله احد و صمد و فرد الذی لم یلد و لم یولد که یگانه هست. و اینجا وتر چه است در سخن اکثریت علما چه است؟ الله می باشد، چون الله میگه و من کل شیء خلقنا زوجین، ما همه چیز را جفت آفریدیم. شب با روز خود را دارد، گرمی خنکی خود را دارد، خیلی گفتیم زن و مرد، از حیوان و از حتی سبزوات و از هر چیزی که الله آفریده است جفت خود را دارد، مگر الله یگانه که تنهایی زیب اوست و ذات او تنها می باشد. در دوامش الله میگوید واللیل اذا یسر، و لیلی اذا یسر، و قسم به شب هر وقت که برود، یعنی هر وقتی که شب برود و روز بیاید. و این چونین در بعضی از روایت ها قسم به شب هر وقتی که بدراید یعنی داخل شود و شما میخوابید. و خیلی گفتیم توجهی ما به شب و روز توجهی ما به عمرمان است که با رفتنش عمر هم رفتن میگیرد. در دومش الله میگه هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا در این قسم ها برای صاحبان عقل پنده هست؟ یعنی ای مردمی که صاحب عقل هستید به این قسم ها نگاه کنید. یعنی چرا الله با این مخلوقاتش یا ببخشید با این که در اینجا وتر هم اگر گفتیم ذات الله هست قسم میخورد، یعنی به این قسم های الله یک بار شما بنگرید که آیا این مخلوقات لایق قسم هستند؟ در این قسم ها برای شما عبرت است. و بعد از این قسم را الله خوردن میگه الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد، مگر ندیدی، مگر شما خبر ندارید که پروردگار تو با عاد چیکار کرد؟ قبیله عاد خواهران عزیز از قبایلی هستند که بعد از نوح در زمین جانشین شده اند و پروردگار چگونه که در قرآن خیلی دربارشان خبر میدهد و اینها پیامبر الله هود می آید و قبیله عاد هود را قبول نمی کنند و میگن تو یک بیعقل هستی، یک احمق هستی که فقط آدم های بیچاره پیروی تو هستند، ما اصلا پیروی تو نمی کنیم. و اولین قبیله هستند بعد از سرنگون شدن نوح که در روی زمین به شرک دست میزنند و اینها پروردگار برای اینها هم قد بلند داده بود، هم قوتی خیلی زیاد در جسم داده بود که اینها شهرهای ساخته بودند با بزرگی که الله میگه التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا این گونه شهرها رو کسی ساخته نتوانسته بود. یعنی از اینکه خیلی هم صاحب عقل بزرگ بودن و جسم بزرگ بودن با عقل خود نقشه های میکشیدند و شهرهای بنا میکردند که کسی کرده نمیتوانست. اما از اینکه اینها پیامبر خود را قبول نکردند و در روی زمین به گناه و به شرک دست زدند، فاهلکوا بریح صرصر عاتیه، با آن همه بزرگیشان پروردگار با شمال اینها را نابود کرد، یعنی با شمال آنها را نابود کرد. الله میگه ای مردم، ای قریش و عموما ای کافران، ای آنهایی که در روی زمین شما کبر و فجور و طغیان میکنید، آنهایی که از سخن الله سر میپیچید و متکبرانه زندگی میکنید که گویا شما به همه چیز دست میزنید. پیش از شما قومهای بودن، مردمهای بودن که جسمشان
چند برابر شما بود، تا 30 متر و از آن هم زیادتر. قوه ذاکره آنها، عقلانی آنها هم خیلی بلند بود. اما به سبب گناه من آنها رو با یک شمال نابود کردم. شما رو هم این گونه نابود کرده میتوانم. به خود آید. یعنی هر جایی که الله در قرآن از هلاک شدن قوم پیامبران صحبت میکند، آنجا به من و شما یادآور می شود یا گفتیم تذکر می دهد که به خود آید. الله چگونه ای که آنها را نابود کرد، شما را هم قادر است که با یک شمال، با یک زمین لرزه، با یک بارشات، با یک سیل نابود کند. در دوامش میگوید و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. و این چونین الله هلاک کرد قوم ثمود را، قوم صالح که در سوره طارق گفته گذاشتیم که اینها را با یک صدای بلند رعد و برق پروردگار نابود کرد. اگرچه اینها اینقدر در آیت دیگر آمدگی هست که ینحتون من الجبال بیوتا، اینقدر قوی بودند که کوه ها را می شکافتند. یعنی کوه را قوم ثمود پاره میکردن، داخل کوه ها رو خانه و ایوان می ساختن و این چونین سنگ های بزرگ کوه را گرفته به قشلاق های خود یا گفتیم به وادی های خود می آوردن. یعنی خیلی قوی بودن و در ساختمان هم خیلی قوی بودن. گمان نکنید که آن مردمی که پروردگار هلاک کرد یک مردمی بی قوت بی جان بودند، به مراتب از شما قوی تر بودند و الله آنها را به خاطر گناهشان نابود کرد. و ثمود که چی گفتیم قوم صالح و فرعون ذی الاوتاد، و الله میگه و الله نابود کرد فرعونی که صاحب لشکر زیاد بود. اوتاد را اکثریت علما میگن لشکر است، ابن عباس هم میگن، بعضی علما میگن نه صاحب اهرامات یا همون پیرامیده ها و خانه های خیلی بالا بود، ولی صاحب لشکر بودنش راجع است که فرعون خیلی لشکری بزرگ داشت و الله فرعون و لشکرش رو هم با یک غرق کردن همش رو نابود کرد. در دوامش الله میگه الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب. من این قوم را وقتی در زمین من، در مکانشان، در جای زیستشان طغیان کردن، ظلم کردن، سرپیچی کردن از امر الله و از امر پیامبرشان و خیلی به فساد دست زدن، یعنی به گناه ها دست زدن، بالای اینها عذاب آوردم که از آن عذاب راهی نجات نبود، با بدترین عذابی که همشان را دهشت فرا گرفت و چه خیلی میدانید از شدت ترس دیگه همه نابود شدند و حتی فرعون سر به سجده نهاد. من اینها را نابود کردم و شما را هم ای آنهایی که از راه من با تکبر سر میپیچید و قبول ندارید جنت و دوزخ و آخرت را، این گونه برای نابود کردن قدرت دارم. ولی که خیلی میدانید بعد از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگار این قوم مسلمان ها را خیلی کم با این گونه شمال و یا گفتیم باران و با رعد و برق هلاک کردنش تقریبا دیده نمیشه و چون بعد از آمدن پیامبر اینجا جهاد است و باید مسلمان ها بر ضد کفار، بر ضد فسادکارهای روی زمین بجنگن که الله میگوید اگر در سوره فتح اگر من خواستم اینها را نابود میکنم، ولی میخواهم در شما ای مسلمان ها شجاعت و جهاد شما را ببینم. در دوامش الله میگوید این ربک لبالمرصاد. بعضی علما میگن این قسم الله هست که الله میگوید البته پروردگار تو در مراقبت شماست، شمایان را نظارت میکند. ای بنده ها، یعنی خواهران عزیز، این آیت یکی از آیت های هست که ترس را باید در دل من و شما جای بکند. این ربک لبالمرصاد، پروردگار همیشه در همه راه ها، کجای نرفتی، نصفه شب، نصفه روز، بر وقت، دیر، هر کار کردی، هر چیز تماشا کردی، هر سخن گفتی، لبالمرصاد نظارت دارد تو را. با کارهای خوبت جزایت را میبینی، با کارهای بدت هم جزایت را میبینی، یا مکافات یا مجازات. این ربک لبالمرصاد یعنی پروردگار تو را نظارت دارد. اگر شما یعنی یک کودک وقتی میبیند که مادرش او را نظارت دارد به خطا دست نمیزند. یک کارگر وقتی میبیند که از پگاهی تا بگاهی در آنجا دوربین های نظارتی یا گفتیم کامره ها هست و در هر یک قدمش میترسد که یکی مرا الان نظارت کرده ایستادن خطاگیم رو نبینند. کجا رسد که پروردگار به من شما خبر میدهد که من شما رو دارم نظارت میکنم.
شما از نظر من دور نیستید، هر کاری که میکنید من دیده ایستادم. پس از الله بترسید، در گفته های خود از الله بترسید، در کرده های خود از الله بترسید. گمان نکنید که الله غافل است. این ربک لبالمرصاد. در دوامش الله صفتی عجیبی انسان ها را میگوید. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، در دوامش کلا. الله میگه وقت انسان رو الله ابتلا، امتحانش کرد، از روی امتحان با اکرمه، با او پول مال زیاد داد، او را فراغ دست کرد، او را ثروتمند کرد و نعمه، با اون نعمتهای دنیا را بداد. فیقول ربی اکرمن، از خود می رود میگوید پروردگار من که زیبنده اش هستم به من داد. چگونه که می بینید انسان های حرام خوره هستند، انسان های هستند که خیلی در غرق ثروت مال دنیا هستند، میگویند خداوند لایق دانسته‌اش را میدهد، ما لایق آنیم، اما بیخبر هستند که شاید تو لایق نیستی. الله اینجا میخواهد تو را امتحان کند که با آن ثروتی که الله به تو داد چیکار کرده ایستاده ای؟ آیا جهنم را داری میخری یا جنت را به خود میخری؟ الله میگه وقتی ما انسانها را امتحان کردیم و برایشان نعمتهای دنیا را دادیم، آنها را اکرام کردیم با نعمتهای دنیا، از خود رفته میگویند پروردگار مرا اکرامم کرد، پروردگار مرا قدرم کرد، من ارزنده این هستم. شکر نمی کند که پروردگار تو در یک لحظه میتوانی این مال و ثروت مرا از دستم بگیری. پروردگار تو قادر هستی با یک کن فیکون من و مال و ثروتم را با زمین لرزه، با تصادف، با چیز دیگر نابود کنی. پروردگار برایت شکر گزارم؟ نه، از خود میروند که آخر ما لایق هستیم که به ما داد. بخبر هستند که این امتحان است. برعکس انسان های هم هستند که الله وقتی آنها را امتحان میکند و قدر علیه رزقه و رزق آنها را کم میکند، رزق و علل خصوص رزق مالی آنها را میگویند ربی اهانن، پروردگار ما رو خور و بیچاره کرد. نمیدونیم چرا پروردگار به کافران میدهد به ما نمیدهد، نمیدونیم چرا حال ما این گونه هست. اساسا این آیت درباره کافران است، اما کم نیستند مسلمان هایی که این گونه صفت دارند. وقتی به پول بیچاره و مصیبت هستند فقط شکایت از الله میکنن که من یک گناه بزرگ کردم که الله این گناه کرد، نمیدونم برای چی مثلا فلان آدمی کافر یا گناهگار یا فاسق در نعمت است و این من هستم که هیچ از قرض خلاص نمیشم، هیچ از شرایط بد. نه عزیزم، اینجا امتحان الله هست. الله میخواهد ببیند که آیا صبر میکنی و شکر میکنی یا نه. الله میخواهد ببیند که تو چی کار میکنی. وگرنه الله در سوره طلاق چی میگوید؟ سیجعل الله بعد عسر یسرا. اونهایی که غم بغل هستید گمان نکنید دنیا همیشه این گونه هست. بعد از مشکلی ها، البته بعد از تنگ دستی ها برای شما فراغ دستی هم می آید، بعد از کم بغلی ها ثروت هم می آید. الله میگه کلا، اصلا این گونه نیست. گمان نکنید که نعمت دنیا این احترام شماست، کم بغلی در دنیا این ذلت و خواری شماست. نه، نعمتی که الله به شما داده است ایمان شما هست. و اینجا امام قرطبی اگرچه سندش ذکر نشده است، یک حدیث قدسی می آورند که الله میگوید هرگز این گونه گمان نکنید، هر آنی که من اون را در دنیا ایمان دادم، من ایمان دادم و او در طاعت و عبادت من است، من او را احترامش کردم. هر آن کسی که در دنیا به گناه مشغول است و به ایمان است، من او را خارش کردم. احترام شده همانی هست که در طاعت و عبادت الله هست، خار شده و ذلیل شده همانی هست که مشغول به گناه هست. گمان نکنید که خوری با غم بغلی هست و احترام و عزت با مال است. احترام و عزت از آنهایی هستند که شب و روز خود را در عبادت الله میگذرانند. الله در دوامش میگه یعنی این امتحان است. اصلا به یک آدمی که خیلی ثروت زیاد دارد، خواهران عزیز، نگوید که الله او را عزت کرده است، احترامش کرده است. شاید الله او را دارد امتحان میکند. اصلا به یک انسان صالحی که غرق قرض است، اجاره می نشیند، سرسان و سرگردان است، نگوید که چرا این انسان صالح است و الله خورش کرده است. نه،
الله او را هم امتحان میکند که ببیند که چگونه شکر میکند و پروردگار اصلا اجر این گونه انسان‌های شکور و صبور که صبر میکنند در مصیبت ها ضایع نمیکند. در دوامش الله باز به ما برمیگردد، میگه کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. 4 صفتی که در شما دیده می شود ای انسان ها، علل خصوص انسان های ثروتمند. لا تکرمون الیتیم، شما اصلا احترام نمی کنید یتیم را، یتیم بی پدر و بیچاره را. با ثروت و با مالتان او را دستگیری نمی کنید. با یتیم همیشه با یک چشمی رحمت یا اینکه با یک چشمی که من سرپرستت هستم، همونجا هستم، در کنارت هستم نگاه نمی کنید. اکثریت شما یتیم ها رو به حالش پرتافته اید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، و یک دیگر رو برای طعام دادن یک کمبغل، یک گرسنه که اون نیاز به طعام دارد، یعنی تا اندازه کمبغل است که شکم گرسنه دارد، نمیگوید که بیا به فلانی کمبغل خوراک دهیم، بیا آنجا جمعی گرسنه ها هستن برای آنها یک دسترخوان خیریوی باز کنیم. اینها رو شما نمیگوید. و تأکلون التراث اکلا لما، و خیلی میراثی که از پدر و مادر یا از خویش و تبارتان مون میخورید. فراموش میکنید که میراث فقط حق شما نیست، علل خصوص مردها، علل خصوص باز مردهای کشور خودمان تاجیکستان که میراث زنها کجاست؟ حق دخترکی که پدر ثروتمند است کجاست؟ چرا میراث رو فقط مردها و اکثریت پسر خرده یا گفتیم پسر کنجه خانه میگیرد؟ چرا برای زنها میراث نیست؟ شوهر میمیرد، حق زنش هم هست، حق مادرش هم هست، حق دختر و پسرش هم هست. ما فراموش کرده ایم که زن به میراث حق دارد. تقریبا شنیده نمی شود که فلانی مرد است و برابر فرزندانش به دخترکش هم باغ، خانه، پول جدا شده است. فقط میراث از آن مردها هست و الله تهدید میکند که های و خیلی میراث را به خوبی و به جمع میخورید و فراموش میکنید که آن حق تو نیست. میراث از آنی که از الله تقسیم کرده است، آن را نباید پدر و مادر تقسیم کنند. پدر و مادر حق ندارد بگوید پس از مرگ من این چیزم را فلانی 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 بگیرد. پیامبر از ثلث و ثلث کثیر میگن، از 3 یک قسم مالت را میتوانی وصیت کنی که کی بگیرد، اما بقیهش رو الله چگونه که در قرآن تقسیم میکند، للذکر مثل حظ الانثیین، یا اینکه برای زن 8 یک است یا برای شوهر نصف مال است، همین گونه باید تقسیم شود که ما از میراث خیلی و دوری مشرق و مغرب دور هستیم. و چه خیلی گفتم کجاست حق میراث زنها؟ از کی شنیدید که یک زن از شوهرش، از مادرش، از پدرش، از برادرش، اگر برادر پدر و مادر و فرزند نداشته باشد، میراث گرفت؟ و تحبون المال حبا جما، و الله میگه خیلی شما مال جمع کردن مال رو دوست میدارید، یعنی انسانگری خود رو فراموش میکنید، شعور دیگران رو فراموش میکنید. چی بسا مشکلی ها و دشمنی ها و قهرگی ها و شکستن قلب ها و حتی شکستن بدن ها هست که سببش مال است، سببش مال است و حب مال است. پروردگار میگه خیلی مال را دوست می‌دارید و جمع کردن آن را، و آنهایی که از پی جمع کردن مال هستند، باور کنید آنهایی که مال جمع میکنند در نزد مال کجا رسد. شما یک انسان عادی حتی قدر خودشان را نمیدونند. انسانهایی هستند که به درجه مال جمع کن یا از پی مال هستند که بنده مال شده اند، مال را عبادت میکنند. به خاطر مال شبها خواب نمی کنند، به خاطر جمع کردن مال نماز را فراموش می کنند، به خاطر جمع کردن مال اهل بیت خود را حتی خوردن و خوابیدن را فراموش می کنند. یعنی بنده های حقیقی مال گشتند. این گونه انسان ها کم نیستند. و زمانی که مسلمان ها در قلبشان محبت جمع کردن مال نبود، مسلمان ها توانستند دنیا را فتح کنند. زمانی که در قلب مسلمان ها حب دنیا، یعنی دوست داشتن دنیا و دوست داشتن نشستن در قصر و در
بالا بالا گفتیم در طرف ها زیاد شد، میبینید که داریم هر روز شکست میخوریم. انسان هم همین گونه است. هرچی مال رو دوست میدارد هرچی به انسان تبدیل میشود. هرچی از مال دنیا دست میکشد، یعنی محبت جمع کردن مال به خاطر خیر و ثواب دارد. پیامبر میگویند فقط در 2 نفر میتوانید شمایان حسد کنید، یکی که علم دارد و به دیگران میدهد، دیگری که مال دارد و از آن صدقه میکند. یعنی کسی که مال رو جمع میکند برای کار خیر کردن، مال رو جمع میکند تا که دستگیر یتیم و بیچاره و نمیدونم هر چیزی که نیاز به دستگیری از خیرات دارد کند، و او باید ما هوس کنیم، و او باید یک نمود، نه اینکه حسد کنیم، نه هوس کنیم که کاش مثل او باشم. اما اونی که پول جمع میکند و خیرش رو نمیبینی، فقط خودش، فرزندانش، بعضیا به فرزندها هم جدا نمیکنن، اینها یک انسان رو از یک تنگه و طلای خود پایانتر میدانند و قدر انسان در نزد اینها خیلی پایانتر است از قدر مال دنیا، که این گونه انسان ها چقدر زیاد هستند در همین زمان حاضره. یعنی قلب ندارد که رحم داشته باشد، زبان ندارد که از زبان او چیز خوب شنوی، همیشه بدگو و بد زبان و بد نیت و بد فکر، چون غمش فقط مال دنیاست و فراموش کرده است که او بنده الله است، فراموش کرده است که در دنیا او برای چی دارد زندگی میکند. در دوامش الله میگوید کلا اذا دکت الارض دکن دکه. این گونه نیست که تو چه خیل خواهی زندگی کنی، مال جمع کنی از پای مال دنیا شوی. نه، یک روز میرسد که دکت الارض دکن دکه، زمین یک باره از جنبشی سخت یکسان می شود، یا زمین لرزه می شود و چیزی از مال دنیا در تو نمیماند. و جاء ربک و الملک صفا صفا، و روز قیامت برپا می شود و پروردگارت برای قضاوت کردن، حکم کردن بین شما همراه فرشته هایش می آید. و آمدن پروردگار همان گونه ای که به ذات خودش لایق و ارزنده است آن گونه هست. اگرچه مثلا امام قرطبی هم که در این بعضی از مسئله های صفات میگن امر الله می آید، حکم الله می آید، ولی چگونه ای که پروردگار خودش را گفت و صحابه ها به این ایمان آوردن، ما هم ایمان داریم که پروردگار برای قضاوت کردن بین بنده هایش می آید. و آمدن او را امام شافعی میگویند همان گونه ای که خودش خواست و همون گونه که به خودش لایق است. ما درباره چگونه آمدن آن فکر کردن نمیتوانیم، برای اینکه فکر ما محدودتر است از ذات الله، ولی به این ایمان داریم که پروردگار برای فصل قضا، یعنی قضاوت کردن بین بنده هایش در روز قیامت همراه فرشته هایش می آید. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انى له الذکری. سبحان الله. الله میگوید در آن روز جهنم هم آورده می شود. جهنم را، شعله های گرمی آن را شما می بینید. و آن روز یک انسان به خاطر می آید که وای در دنیا چی کارها کرده بود که نباید میکرد، چی کارها نکرده بود که باید میکرد. فانى له الذکری. ولی الله میگه چی فایده دارد الان؟ ای انسانی که بعد از آمدن مرگ یا اینکه در روز قیامت تو میگویی یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش مرا به دنیا بر بگرداندی که من کارهای خیر میکردم، به خود میآیی بیدار میشوی، دیگر به تو فایده ندارد. آن روز ایمان آوردن به الله، آن روز پشیمانی، آن روز که واویلا کردن دیگر و انى له الذکر چی فایده دارد؟ الله کی گذشت، زمانی به خود آمدن گذشت. برای همین تا آن روزی که زمان نگذرد، دیر نشود، باید به خود آییم. ما چی کارها هست که باید بکنیم، چی کارها هست که باید بکنیم تا آن روز نگوییم که یا لیتنی قدمت لحیاتی. یکی از صحابگان میگویند بدانید اگر یک کودک از روز تولدش تا مرگش سر به سجده نهد و یعنی از سجده بر ندارد، باز هم در روز قیامت میگوید کاش از این هم زیادتر من عبادت میکردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر شما آن چیزی که من میدانم درباره عاقبت شما، درباره آخرت شما میدانستید، شما حتی به همسرتان نزدیکی نمی کردید، در کوچه ها دویده می گشتید، دنیا را ترک می کردید و می گفتید الله هم مرا ببخش، الله هم مرا ببخش، اگر شما می دانستید که شما را چه انتظار است. وای که ما فقط
پگاه خود را نه همین روز خود را میبینیم. یعنی زندگیمون فقط کار دنیا هست. نقشه های طولانی برای خود و برای خانه و فرزندان خود داریم، اما از نقشه هایی که خاص برای آخرت کشیده ایم الله میداند که چقدر وقت صرف کرده ایم. آیا داریم که نقشه باشد که فقط به خاطر آخرت باشد؟ و الله چی میگوید؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش مرا پروردگار به دنیا برمیگرداندی که من دیگر زندگیم را تغییر میدادم، فقط از پی عملهای صالح میشدم. ولی الله چی میگوید؟ و ان له ذکر، دیگر فایده ندارد. فیومئذ لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد. آن روز عذابی که الله گناهگاران را و کافران را میدهد هیچ کس آنها را این گونه در دنیا عذاب نداده بود. یعنی خیلی عذابی سخت میکشند. و این چنین آن روز چگونه که آنها را با زنجیرهای از آتش میبندند و به سوی جهنم میکشانند، کسی این گونه آنها را بسته نبود. عذابی که آن روز میکشید، آن عذاب مثل عذاب دنیا نیست. آن عذابی که آن روز میکشید و آن طاقت کردنش، حتی چی میگد الله؟ لا یموت فیها ولا یحیا، نه از آن میمیرید نه زنده هستید از سختی آن عذاب. و در دوامش الله چی میگوید؟ یعنی همیشه اسلوب قرآن همین گونه است. وقتی ما را از جهنم میترساند، وقتی ما را از حالت کافران خبر میدهد، یک باره ما را یعنی مؤمنان را از حالت مسلمان ها خبر میدهد. الله اینجا بشارت میدهد، میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللهم اجعلنا منهم. پروردگار میگوید اما تو ای نفس مطمئن، ای انسانی که مطمئن بودی و هستی، ای آنی که تو یقینا میدانستی که جنت وجود دارد، ثواب عملهای تو ضایع نمی شود، پس از مرگ حیات هست. ای آنی که در برابر تقدیرهای الله تو آرام بودی، مطمئن بودی که هرچی به سرت می آید از جانب پروردگار است، زود می گذرد، حیات فقط دنیا نیست. ای آنی که تو آرام بودی در دنیا با ذکر الله، تو را غمهای دنیا شکسته نکرد، تو همیشه مطمئن بودی چون همیشه با الله بودی، جای تو دیگر است. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، همان گونه که با ایمان خود، با تقوای خود، با عملهای صالح خود در دنیا آرام بودی، نفس مطمئن داشتی، به آلایش، دور از گناه، دور از همه آلودگی ها، الان برگرد به سوی پروردگارت. پروردگارت تو را انتظار است. امروز همان روزی رسید که تو به خاطر آن روز زندگی، غمها، مشکلی های دنیا را آرامانه سپری کردی، چون یقین میدانستی که این روز وجود دارد. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. تو امروز راضی هستی از نفس خود که پروردگارا هر چی که من کردم راضی هستم، چقدر عملهایی که برای تو کردم و پروردگارت هم از تو راضی هست. خواهران عزیز، صاحب نفس مطمئن بودن که الله اینجا این نفس مطمئن میگوید آسان نیست. برای صاحب نفس مطمئن شدن انسان خیلی می جنگد، با نفس های لوامه یا با همان نفس های بدی داخلی خود می جنگد، با انسان هایی که در اطرافش هستند، با شیطانی که از درون از بیرون وسوسه می کند می جنگد، با ثروت های دنیا، با بخیلی، با همه خوی و فعلی که اون از شیطان است، از آن می جنگد. تا اندازه‌ای که صاحب نفس مطمئن می شود، مصیبت به سرش می آید، می گوید از جانب الله است. نعمت از به سرش می آید، می گوید از جانب الله است. هر چی هست در دنیا خیلی آرام است و پروردگار آرامی و نفس مطمئن را برای ما نصیب کند و راهی به این نفس رسیدن را هم نصیب کند. چقدر کم هستند آنهایی که صاحب نفس مطمئن هستند. میبینی انسان ها آرامش ندارن، هیچ آرامش ندارن، پیوسته در اضطرابند، پیوسته در پریشانی. برگرد به سوی پروردگارت. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، برگرد به سوی پروردگارت. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. الله میگوید داخل شو در ضمن بندگان من، داخل شو به جنت من.
آنی که دنیا را با آرامی که به سبب ایمان و به سبب ذکر من به دست آورده و از پی عملهای صالح گشته، امروز من از تو راضیم. تو از خودت هم پس پروردگارت راضی هستی و جای تو آن جهنم و آن همه مصیبت و مشکلی و بیمرگ و بی زندگی نیست. جای تو در کنار بنده های من است. جای تو در جنت من است که پروردگار ما را از جمله این صف شدن را و روز قیامت فتخولی فی عبادی گفتن را نصیبمان کند. و گفتن آسان است و هیچ کردنش آسان نیست خواهران عزیز. و گفتن تو جنتی من جنتی هم، او از جنت است گفتن آسان است و به این درجه رسیدن خیلی مشکل است. پروردگار خودش با فضل و توفیقش به این درجه رسیدن رو به من و شما نصیب کند که هم صاحب نفس مطمئن باشیم، هم از اهل عباد پروردگار و جنتی پروردگار باشیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. الله نصیب کرده باشد هفته دیگر باز درس رو دوام میدیم.